شما برای چی اینجا هستین سمیه؟ قتل پدر. چی شد که این اتفاق افتاد؟ یه شب تصمیم گرفتیم با اونو بکشیم. شما و خواهرتون یا مادرتون بیشتر؟ تصمیم فکر خواهرم بود ولی با موافقت من و مامانم بود. چرا رسیدین به این تصمیم؟ یعنی شاید برگی بگرگی میگه نه این چه حرفیه، مثلا هر چقدر هم سختی بکشی باباته، نباید این کارو کنی. ولی بعض وقتا به یه جای آدم میرسه که دیگه نمیتونه هیچی رو تحمل کنه، هیچی رو. مثلا اینکه من خودم بخوام از دید خودم بگم، زمانایی بوده که مثلا من با صدای دعوای مامان بابام بلند میشدم، از خواب همچین میپریدم و چه صحنه‌ای ببینم خوبه، مثلا ببینم بابام صندلی رو گرفته بالا داره میکوبه تو کمر مامانم و هر آن تو به این فکر میکنی که این صندلی یه وقت نخوره به سر مامانت، یه وقت این مامانی که الان جلوته دیگه نباشه چه کار کنی، یه وقتی که میبینی داداشت همه قرقورو به چشم یه قرقورت میبینن دیگه، ولی والا میخوام بچه ها رو گول بزنن تریاکو بهش نشون میدن میگن این قرقوروته، ولی داشته من قرقوروتو میبینه میگه این تریاکه. تا این حد تحصیلگار بقیه رو توی سن 6 سالگی برمیداشت رو زمین میکشید. چرا؟ خب بس بابام جلوش میکشی فکر میکرد کار خوبیه. بیشتر از زندگیت میگی؟ بله. قبلا بچه که بودم بابام خب اصلا اون اخلاقایی که این آخرا داشت رو نداشت و من خیلی بابام دوست داشتم. بابام دیر میومد خونه، سرکار دیر میومد، من شام نمیخوردم، مثلا حتی شده بود 12 که شبم باشه بیدار میموندم، میگفتم یا بابام تنها سر سفره نشینه. تا این حد دوستش داشتم، ولی خب کم کم محبت کم شد. من حس میکنم اینجا درد زیاده. خیلی از در و دیوارش درد میباره. فکر کنید هر کدومشون 2 تا درد داشته باشن اینجا باره درد. چون همشون مثل من، همشون همدیگر رو درک میکنن، میتونن همدیگر رو تحمل کنن. مثلا یکی که مثلا من خودم وقتی میگم بابا میزدم، وقتی میگم قطع واسه شون یه خورده سنگینه، یه خورده نمیتونن درکش کنن. وقتی که ولی از دردام میگم مثلا بابا میزدم، بابا اینجوری میکرد، بابا معتاد بود، میبینی اش تو چشای همشون جمع شده، چون خودشون هم تک تکشون اینا رو تجربه کردن. پدر معتاد، پدری که به خاطر موادش دخترشو میده به هر کس و ناکس، اونا رو خب هر کدومشون تجربه کردن، میدونن درد من چیه. منم درد اونا رو میدونم، چون به این فکر میکنم شاید الان من به جرم قتل اومده باشم اینجا، به این فکر میکنم اگه به این جرم نمی اومدم میتونستم بابامو تحمل کنم، منم فراری میشدم، منم معتاد میشدم. به خودم منم اونا رو درک میکنم. خب همه شوهرم جدا شدم، من نمیتونم که زنگ بزنی. من با خزینه خبر بچه همو میگرفتم، خب من یه تقصیر بده. خدا دیگه بزنم بکنی خسته شدم و بیکسی. چرا از خونه فرار کردی؟ مشکل داشتی. کسی اذیتتون میکرد؟ بله. کی؟ شوهر خالم. آزار میرسون بهت؟ بله. فقط به تو؟ نه، خواهرم. چرا به پدر مادرت نگفتی؟ گفتم. چی گفتی؟
گفتی اذیتم میکنن؟ چی گفتن؟ باور نکرد. به مامانم گفتم فقط. باور نکرد؟ چی گفت بهت؟ زد. چی گفت بهت؟ زد. زدت؟ چرا زدت؟ گفت دروغ میگی. درس و دوست داری؟ آره. دوست داشتی چه کاره بشی؟ وکیل، پلیس. چرا دوست داری وکیل یا پلیس بشی دخترم؟ ندارم دختر دیگه ای مثل من قربانی بشم. مثل خواهرم. آرزوت چیه؟ مردن. چرا میخوای با این سن کم بمیری؟ خسته شدم. بس چی؟ زندگی. الان فکر نمی کنی برگردی خونه شاید شرایط بهتر بشه؟ بدترش. دوست نداری اینجا بیان ملاقاتت؟ نه. هیچکی. چی دوست داری داشته باشی که دلت میخواد عمیقاً؟ آرامش. چجوری میتونی به دستش بیاری؟ هیچ جوری. موسیقی دوست داری؟ آره. چجور موسیقی؟ غمگین. به سرنوشت اعتقاد داری؟ به همه چی اعتقاد دارم. به خدا اعتقاد داری؟ با خدا قهرم. اوه تکون نده دستو. خب تکون ندادم که آقای تمام شد. میخوام یه سوال بپرسم ببینم اصلا در مورد ایدز کسی اطلاعات داره؟ شنیدین ایدز یعنی چی؟ اگه سوزنای خالکوبی هستن اگه مشترک استفاده بشه واسه همه استفاده بشه ممکنه یه راه انتقالش یه انتقالش اینه. بچه ببینین از موقعی که ویروس HIV وارد بدن میشه تا اینکه بیاد علائم بیماری رو نشون بده، اصلا فرد بگیم که بیمار ایدزی شده، دقیقاً حدوداً یه 10 سالی طول میکشه. خب اسماتون رو یادداشت میکنم که ازتون آزمایش بگیرن. میشه منو میزنی؟ شما که اون سری نخواستی از من. یه سری گوش کردم ازا فکر کردم بزنی بهتره. این رفتار پرخطر داشتی؟ این رفتار پرخطر نداشتی؟ لزومی نداره. داشتی؟ باشه اسمت چی بود؟ لیلا. جنین یعنی باردار باشی. وقتی مادر ایدز داشته باشه به بچه چیز آره دیگه از طریق بند ناف داره بچه چی میکنه دیگه. تغذیهش از طریق بند ناف هست دیگه. بچه‌ها فرشته و سحر آزاد نامه آزادی اومده. اشاله آقا عد خیرتون. بریم بیرون آدم بشیم. طرف دزدی بره دیگه نه. فرشته خانم تبریک میگم آزاد شدی. تسلیت بگی. چرا؟ از خانوادم خیری نیدم. فکر میکنی الان بری خونه چجوری استقبال میکنن ازت؟ استقبال با زنجیر میبندنم، بعد با کتکم استقبال میکنم. فکر میکنم جالب باشه، قشنگ باشه. رحیمی میتونم یه زنگ بزنم؟ با اون تنها اومده بود جلو در داشتم باشگاه میومدم، بعد ما زنگ زدم مامانم اومده یا نه. خب الان با بابام برم من تو یه اتفاقی برام بیفته دوبارم بذارم برام شما جواب میدی، من دارم دیوونه میشم، الان استرس دیگه دارم. از اینجا به بعد که از در این خوابگاه مکلم ما امضا میکنیم شما رو تحویل میدیم
خانم محترم دختر خوب مشکل ما نیست. تو باید بری مشکل رو با خانوادت حل کنی. الان اینجا خودت هم دار بزنی، خود کشی کنی، ما دیگه از این لحظه که از این در بری بیرون هیچ مسئولیتی در قبال تو ما نداریم. کجا؟ فکر میکنی جمع من اینجا نگه دارم. به جرم ولگردی بوده؟ آره. جرم ولگردیه؟ آزاد میشی، اعزام شی آزاد میشی. اون خانوادت رو بده کن. بخوام میتونم برم خونه. بچه نمیری؟ خب بچه نمیری؟ دوست ندارم. خدای پدر مادر لعنت کنه، فقط زایدن بلدن. موقع نگه داشتن که میشه دوست داری بچه دار بشی؟ بچه آوردن همه بلدن، اما من دوست دارم بچه بیارم خانواده دار باشه قشنگ. خب منم منظورم همون بود، نه اینکه بچه چرا که نه. ببین یه سری تو خونمون خوابیده بودیم، ساعت 3 شب بود، رفتیم صدا میاد شاب دیدم بابا ما تبر داری وسط خونه رو میکنه. همسایه ها ریختن بابا داری چیکار میکنی؟ میخواست وسط خونه درخت بکنه. تبر در این حد. مامانم بدتر از خودم توهم میبود. وای ببین یه سری یه مدت هروئینی شده بودم، دنبال یه دونه 5 تومانی میگشتم، به اول فقط برم یه دونه 5 بگیرم. آدم چسبوندم سر سیر کردم تو صندوق صدقات، پولا رو کشیدم بیرون رفتم یه 5 خریدم، رفتم باغ پنبه دفعه یک از دستم گرفت دوید. من نشستم همونجا گریه کردم. اصلا رفتم جلوی خونم، اینقدر کرکسی بودم، مادر بزرگم 5 تومن گوش کرد به دستم، گفت برو مهمون داریم خونه برو. بعد منم رفتم، اسمش یه دونه این می‌نویسه آرشگاه عسل مثل، اونا رو کندم، یه دونم روکش ماشین دزدیدم رفتم تو بیابونی. هوا خیلی سرد، رفتم تو بیابونی خوابیدم. صبح که باشینم دیدم ای کنار نمیره این روکش ماشینه. گفتم یا اولفاز چی شده این چرا کنار نره؟ بازور زدمش کنار، دیدم این همه برف اومده من نفهمیدم. حس خوبی داری ملاقات داری؟ خیلی به خدا الان بگن چند ملاقات داری تیغ میکشم و میدوم. چه نمیتونم بمونم بابا. دختر خوب باشی. میگم فردا هفته دیگه هم میاد. نه مامان هفته دیگه نمیاد. الان خوبی که هستیم زیبایی که میکنم اونجا اگه بچه ها مال خودم بوده هیچ وقت اینجوری نبودن. الان یه موقع که نیستم بچه هم ببین چجوری داخل اینا. الان شغلتون چیه؟ یک موتوری. قبلا چی بود؟ موتورسازی. چرا اون شغل رو رها کردی؟ رفتم تو کما. تو کما؟ برای چی رفتی تو دستم زن تو شیشه. برای چی؟ مسئولم. بعد صاحبکارتون گفت باید بریم؟ دو. صاحبکارتون گفت باید بریم؟ آره. چند ماه تو کما بودین؟ دو. تو مدتی که تو کما بودین خرج خونه رو کی میداد؟ نمیدونم. شما میدادین؟ من با شما صحبت کردم گفتید که نیاز باعث میشه من این کارو کنم ولی کسی نمیفهم. نیاز به چی داشتید خانم زیبا؟ شما به پول نیاز نداشتید؟ داشت. برای چی؟ بس این بیمارستان بیارم. بس این که بیمارستان بیارمش بیرون. چقدر پول؟ 4. هیچکی بهتون کمک نمیکرد؟
کسی رو دارید که بهتون کمک کنه؟ از چه راهی به دست آوردید؟ آره دوست. ماش گره افتاده. میشه نظر بخریش کنم؟ بچه میگی نه. بیا. جانم یاره را ایش نکنه و حرف او گوش نکنه، اما من بی ادب دوست دارم دست تو مماقم بکنه، ببینی در بیارن شد کنه، یاره را ایش کنم و حرف اون گوش نتونه. جون خیس کرده بچه ها. گفتم بچه نگاه کار شاهکاری کرده، خیس کرده. ایشون زنش شامپویش نمیزنی بهش؟ آخه میدم چی نداره بابا بیارم من با بچه دارم. آقا گوششو میکی بزن. من بدم میاد. دوست داری اسم بچت چی باشه؟ اسم دخترم باشه النا. اگه پسر داشته باشی چی؟ میکشمش. شما قاضی برای من نامه نوشته، نگاه کن. این نامه قاضیه که خانوادت ما باید شناسایی بکنیم. نه شناسایی نکنی. خب اگه خانوادت شناسایی نکنیم آزاد نمیشی، همینجا میمونی. اشکال نداره میمونم. 2 سال 3 سال اینجا میمونی. اشکال خوبه؟ نداره. من از به نظر شما عیدم اینجا هم. عید که قطعا اینجا، چون تا عید 20 روز بیشتر نداره. نام آواره، نام خانوادگی هیچکس، نام مادر چشمران، نام پدر کوه رنج، محکوم به زندگی کردن، جرم به دنیا آمدن، آدرس سرا سرگردان، کوچه بینوایان، پلاک بینشان،
لطفاً بدون اجازه به این دفتر دست نزنید. با شما هستم خانم فضول. این دفتر دیوان من است، دیوان پریشان من است. آهسته ورق بزن که خاطرات زندان من است. این تو تخیلاتم. خب من دارم دزدی میکنم. خب مامانم هم داره با تعجب نگاه میکنه. اینم منم با آقای رستمی اعتراض کردیم که غذای اینجا خیلی بدمزه است، ولی درست نکردن. دارم غذای بدمزه رو میخورم. اینجام رفتم دزدی کردم، لباسای نو پوشیدم، واسدم جیش گرفتم. اینم تنمه داره. خودم رو دار زدم، خودکشی میکنم. پایین دامنشو با دستتون نگه دارین که حواستون باشه به اینکه صاف وایسه. خب بعد نگاه عروسک هم خیلی مهمه. یه جوری که اول خودت بعد باورش کنی بعد بقیه هم باور کنن. دام دادا دیدم رام دادا دیدم دیم دادا دیدم دام دادا دیدم. هرچی میخوام بشه برای ما دیگه آخر شاید. ارباب خودم چه نمیخندی ارباب خودم جمالی بلیکم ای باب خودم بز قندی. منو چرا میخوری؟ شب عید اول باید تیپ آدیداس بزنیم بریم دوشی کنیم آدم به نخواسی کنیم. من همینجوری میرم پیش باباه میگم من اینم. دخترتو میدی یادم؟ با دختر من کار داره. لیلا عاشقش شدم، برات خونه رویی میکنم، برات دوزی میکنم. بله بابا، جون بابا. من شوهر نمیکنم. اوه قربون لیلا شما. دخترم شوهر نمیکنه. من تو رو میبینم خیلی دلم میره میخوام هر خودکشی کنم. شما خیلی بیجا میکنی. وقتی شونی به کانون شقایق دل شکره سالار محدود کرده شقایق دل شکره. وقتی شونی به کانون معصوم عادی دا سره سالار محدود درده معصوم عادی دا سره. تو داری همینو به من میگی. منم آدمم، دلم واسه بچم تنگ شده. تسلیم چی؟ تعریف کنم؟ تعریف کن. از اول؟ از اول. خب آبجی من نامزد بود. آبجی من نامزد بود 2 سال پیش. خب شوهر خالم بهش تجاوز میکنه.